باید یه اعترافی کنم. تا زمانی که این هالوژن توکار ضد آب ساخته نشده بود، ما باید به مشتری‌ها میگفتیم از اینا بخر. این هالوژن دقیقاً از محل این سوراخ‌ها آب واردش میشه، پس ضد آب نیست. این هالوژن هم از بغل این شیشه آب نفوذ میکنه، پس اینم ضد آب نیست. اینم دقیقاً از پیچای که روی هیت سینک قرار داره، اگر شل بسته شده باشه آب نفوذ میکنه. این هالوژن کاملا پشتش بسته است، گلند داره و IP65 هم هک شده. IP65 هم ضد گرد و غباره، هم ضد پاشش آب. ما این هالوژن رو موجود داریم از برند پارشاتوس، 1 سال گارانتی داره. جهت اطلاع از قیمت برام توی کامنت بنویسین قیمت.